امام ترمذی وقتی که حدیث روایت میکنن تعلیق میکنن بر حدیث، برخلاف امام بخاری که غالبا پیش از اون که حدیث را روایت کنن اول گپ میزنن، استنباط میکنن از حدیث، بعد حدیث را روایت میکنن غالبا. اما امام ترمذی که هم رفیق امام بخاری بودند و هم شاگرد امام بخاری رحمت الله علیه بودند، بعد حدیث بسیار تعلیق های عجیب میکند. کتاب سنن ترمذی از کتاب سنن نسائی و سنن ابو داود و سنن ابن ماجه فرق میکند و امام ترمذی وقتی که حدیث را روایت میکنند حکم حدیث را بیان میکنند و مذهب خاص دارند و این چنین بعد اینکه حکم حدیث را بیان کردن با میگویند که این حدیث از کیها روایت شده است غیر از صحابه که روایت کردند و باز کدام علما از صاحبان مذهب طبق این حدیث عمل کردند، یعنی مذهب خود قرار دادند. کیها با این حدیث تکیه کردند؟ گفته قول های علما را ذکر میکنند. در اینجا ببینید امام ترمذی گفتند که قال ابو عیسی، یعنی ابو عیسی گفت این یک نوع خاکساری هست. قال ابو عیسی، پدر عیسی گفت، مراد خودشان است. هر عالم یک اسلوبی را انتخاب میکند در باره که در وقتی که گپی خودش را میگه. مثال امام بخاری قال ابو عبدالله میگفتند، پدر عبدالله گفت، مراد خودشان. ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم بخاری رحمت الله علیه. مثلا صاحب تفسیر اضواء البیان علامه محمد امین شنقیطی رحمت الله علیه قال مقیده عفا الله عنه میگه، گفت مقید این سطرها، مقید آن آدمی که قید کرده است، یعنی همین چیزها رو جمع کرده نوشته است، نویسنده یعنی همین سخنها، گفت الله تعالی را عفو کند، یعنی این یک عباره ها دلالت به خاکساری